تو غلط میکنی که فکر کردی با تهدید و نمایش قدرت بازار را گروگان بگیری و معیشت مردم را بازیچه قرار دهی. ملت بزرگ ایران، از این تریبون با شرمندگی تمام تذکر میدهم، شرمندگی از این که وزارت جهاد کشاورزی که باید حافظ سفره مردم و امنیت غذایی کشور باشد، با بی‌تدبیری و غفلتش باعث شده که یک مدیر صنفی جرأت کند بگوید برنج را بریزید دریا. این جمله آینه است از مدیریت معیوب، نظارت غایب و سیاستگذاری ناکارآمد. وقتی مدیریت نباشد، ذخایر شفاف نباشد، وقتی انبارها و رانت‌ها کنترل نمی‌شود، نتیجهش بی احترامی به میلیون‌ها ایرانی است که هر روز نگران تامین غذایی خانواده‌هایشان هستند. از همین تریبون میخواهم جواب بدهم، میگویم تو غلط میکنی که فکر کردی با تهدید و نمایش قدرت بازار را گروگان بگیری و معیشت مردم را بازیچه قرار دهی. مردم ما با عزت تر از آنی